از برگزار کنندگان این مجلس اظهار قدردانی می‌کنم که در این جلسه حضور به هم رساندید و دوستان زحمت کشیدن و این جلسه را برگزار کردن. رژیم جمهوری اسلامی از همان زمان تأسیس خودش با دیکتاتوری و سرکوب ملت ایران مشغول بوده تا این لحظه که ما داریم زندگی میکنیم. سرکوب و دیکتاتوری ذات ماهیت این رژیم بوده و این رژیم نمیتونه خودش رو از این ماهیت جدا نگه داره. رژیم استبداد دینی که در ایران ما بعد از انقلاب 1979 توسط ملایان با عمامه و ملایان بدون عمامه دزدیده شد، ماهیتاً رژیم استبدادی است و بدترین نوع رژیم استبدادی هم است. ما رژیم‌های استبدادی در تاریخ زیاد دیدیم. همین در تاریخ معاصر رژیم استبدادی صدام حسین در عراق، رژیم استبدادی پول پوت در کامبوج، رژیم استبدادی میلوسوویچ در یوگسلاوی اصطلاح همین اخیر و رژیم‌های استبدادی زیادی در سرتاسر دنیا بودن کم و بیش، ولی هیچ کدام از اینها به بدی رژیم استبدادی جمهوری اسلامی دینی واقعا نیست و نبوده. و همانطوری که این رژیم‌های استبدادی، رژیم استبدادی صدام، پول پوت، میلوسوویچ، همه اینها و رژیم استبدادی هیتلر، همه اینها از بین رفتن. رژیم استبدادی خامنه‌ای و احمدی نژاد و ملاها و غیر ملاهای ریز درشتشون هم دوام زیادی نخواهد آورد. فقط زمان هست که ما باید تحمل بکنیم تا ملت ایران این جنبشی رو که شروع کردن این رو به نتیجه برسونن و این جنبش به نتیجه خواهد رسید. دوستان زمان زیاد طولانی نخواهد کشید. کسی تصور نمی‌کرد که صدام رو از لانه موش در زمین بکشنش بیرون. کسی تصور نمی‌کرد که میلوسوویچ رو بگیرن ببرن در دادگاه لاهه و در سلول زندان سکته کنه و بمیره. کسی این تصورات رو نداشت، ولی اتفاق افتاد. هر چیزی که خلاف طبیعته، اون مجریان و بانیان اون جزا و سزای خودشون رو خواهند دید. دیکتاتوری خلاف طبیعته. بشر آزاد آفریده شده، بشر میخواد آزاد زندگی بکنه و اونهایی که میخوان انسانها رو به سیخ و سلال بکشن آخر سزای اعمال خودشون رو خواهند دید. آخر سیستمی که بر مبنای ظلم، بر مبنای دیکتاتوری برگزارده شده، اون سیستم از درون خواهد پوسید و الان ما می‌بینیم که رژیم منحوس جمهوری اسلامی داره از درون میپوسه. رفسنجانی اخیراً حتما شنیدید گفت در مشهد که اگر ملت ما رو نخواد ما میریم. ما به رفسنجانی میگوییم آقای رفسنجانی گوشات باز کن، چشمات باز کن، ملت ایران شما رو نمیخواد. ملت ایران ارباب شما رو نمیخواد، خود شما رو نمیخواد. به چه زبانی ملت ایران بگوید که ما شما رو نمیخواهیم؟ زبان ملت ایران رو بریدید، روزنامه‌نگارانشون رو حبس کردید، در خیابان‌ها ملت ایران رو مثل شکار با تیر میزنید، در زندان‌های باران بینامتون پر از جوان‌های ایران، پر از مردان، زنان و پیران و جوانانه. بچه‌ها در زندان‌ها به دنیا میاد. به چه زبانی ملت ایران به شما بگوید که ما شما رو نمیخواهیم؟ دوستان این حرکتی که در وطن عزیز ما، در زادگاه عزیز ما ایران شروع شده، این حرکت سابقه بیش از 100 سال داره. ملت ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی از زمان مشروطیت و قبل از آن به پا خواستند. متاسفانه جریانات مشروطیت هممون در تاریخ خوندیم با شکست مواجه شد. بعد برسیم به حکومت رضا شاه که خب مشروطیت رو همه میدونن تعطیل کرد. بعد از اون باز ملت ایران به هیچ وجه ساکت ننشستن. ملت ایران همیشه برای آزادی قائل به پا خواستند. در زمان مرحوم دکتر مصدق هم همینطور ملت ایران به پا خواستند. در سال 1979
ملت ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی به پا خواستن که متاسفانه این بار جنبش ملت ایران، انقلاب ملت ایران دزدیده شد. ولی این بار ملت ایران آگاه‌تر از هر زمان دیگری است. این بار ملت ایران داناتر از هر زمان دیگری است. این بار ملت ایران اجازه نخواهد داد هیچ گروهی، هیچ دسته‌ای، هیچ حزبی این جنبش و این انقلاب آزادی خواهی و دموکراسی خواهی ملت ایران رو از چنگش در بیاره. این ندایی است که ما به همه گروه‌های سیاسی، به همه داریم میگوییم ایران متعلق به ایرانیانه. از خوزستان تا ترکمن صحرا، از بلوچستان تا آذربایجان، از خراسان تا لرستان و کردستان و بختیاری، از کناره‌های همیشه فارس خلیج فارس تا ایران ما، همه ایران ما ایرانیانه و به هیچ کسی جز ایرانیان تعلق نداره. ما در آرزوی روزی هستیم که در ایران ما اسم کشور ما فقط ایران باشه، نه پسوندی، نه پیشوندی، نه صفتی، نه غیروی. ایران 2500 سال ایران بوده و ایران خواهد. ایرانی که در آن دین از سیاست جدا خواهد بود. حکومت ایران آینده حکومت دینی نخواهد بود، گرچه ما همه به ادیان احترام قائلیم، حتی کسی که دین نداره بهش احترام قائلیم. ایرانی که در آن حقوق زن با حقوق مرد باید یکی باشه. ایرانی که در آن تمام مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای باید یکی باشند. ایرانی که در آن هیچ ایدئولوژی سیاسی نباید حاکم باشه. ایرانی که در آن مردم بتونن هر حزبی رو دلشون خواست، هر دولتی رو دلشون خواست بیارن رو کار و روزی هم دلشون نخواست اون دولت بری کنار، دولت دیگه جاشو بگیره. ما در زادگاه عزیز و ایران باید یک سیستم مدیریت مملکتی ایجاد بکنیم، مثل کانادا، مثل بقیه کشورهای دیگر که سیویل سرویس به قول معروف اداره مدیریت مملکت از مدیریت سیاسی مملکت باید جدا باشه. مثل اون حالتی که الان هست یا در حالتی در گذشته بود وقتی میگفتن یک وزیر عوض میشه از آبدارچی وزارتخونه تا اون بالاها تغییر میکنن. باید سیستم مدیریت بسیار درست و اصولی در مملکتمون پیاده بکنیم. این حکومت و این رژیم بی‌لیاقت از وقتی که از 30 سال پیش کشور عزیز ما ایران رو در چنگ خودش گرفت، تمام منابع ملت ما رو به هدر داد، تمام دارایی‌های ملت ما رو به هدر داد با سیاست‌های بسیار غلط خارجیشون. هنوز هم شماها می‌بینید که با این سیاست احمقانه‌ای که در مورد اتمی کردن ایران دارن دنبال می‌کنن، مملکت ما رو در بدترین شرایط قرار دادن. میلیاردها دلار ثروت ایران رو صرف تدریس اورانیوم می‌کنن. از این آقای احمدی نژاد ادعا میکنه که میخواد از ابرقدرت‌های امروزی خسارت جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول رو بگیره، در حالی که اینا ندونستن خسارت ایران از دولت عراق در جنگ 8 ساله بگیرن.